خداوند پاک یک آرامی و بیاید دمی افغانستان مردم ما از این پلاکدگی خلاص شود دیگه آدم کشی و این چیزا دیگه بس کنه رهبرا باید که فکر کنه رهبرا بگه که آکو بس از کشتن ما یعنی صلح میخواهیم دولت ما کوشش کنه که یک صلح بیاید یک آرامی بیاید که یک مردم بیچاره مسکین کلش در کال غریبی باشه این همی دوار خمارده بر اثر نماز هم میکنه تمامی اپوزیسیون دولت در این جرگه باید اشتراک بکنن نظرهای از اونا چون مهم است چون یک رای مثبت برای افغانستان دارن با امید از اینکه یک صلح عمومی در افغانستان به و همین جرگه‌ای که دایر شده امیدوار هستیم که بخیر یک صلح را بیاره و ما جوانا واقعا به اندازه خسته شدیم از جنگ و از اینکه هر روز جوانای ما کشته میشن و هر روز مردم از بین میرن ما واقعا خسته شدیم ما میخواهیم که بخیر در وطن ما را مثل سایر کشورها صلح بیاید و ما خواهان صلح هستیم تشنه صلح هستیم اگر صلح بیاید ما خوشبین نشستیم ان شاء الله خدا مهربان است که صلح بیاید